این پیامو ببینید. آرایش خواستگاری بدون مژه، بدون خط چشم، با لوازم آرایش زیر 200,000 تومان. باشه، بریم انجامش بدیم. ژل ابروی نکست 145,000 تومان، سفیدک نمیزنه، لیفت خیلی خوبی داره، باعث ریزش ابرو نمیشه، دورش رو با گوش پاکن تمیز میکنم. پرایمر گابرینی 192,000 تومان، پوست رو نرم و مات میکنه، سطح پوست رو صاف و یک دست میکنه، باعث ماندگاری میکاپ هم میشه. کرم پودر گابرینی 188,000 تومان، کاور خیلی خوبی داره، من اصلا باش جوش نمیزنم، نمیماسه و روی پوستم مات و مخملی میشه. نم اضافی بلندرم و با دستمال کاغذی میگیرم و خوب روی پوستم پخشش میکنم. کانتور مدادی شون 166,000 تومان، مثل کره روی پوست آب میشه، بلند کردنش خیلی راحته، رنگ خیلی قشنگی داره، دو طرف تیغه بینی، زیر استخون گونه، زیر فک و دو طرف پیشونی رو باهاش کانتور میکنم و با یه برش فشرده بلندش میکنم. کانسیلر گابرینی 196,000 تومان، کاور خیلی خوبی داره، سبک، بافت خشکی نداره، برای همین بلند کردنش راحته و چروکای زیر چشم رو بیشتر نشون نمیده. به پشت پلکم هم میزنم که بیسی بشه برای سایه. پنکیک گابرینی 188,000 تومان، کاور خیلی خوبی داره و اصلا بافت خشکی نداره، باهاش زیر چشمم رو خشک میکنم و با حجم خیلی کم کانسیلر پشت پلکم هم خشک میکنم. پلت سایه دودو گرل 144,000 تومان، پیگمنت خیلی خوبی داره، نگاه به قیمتش نکنین، هم رنگاش قشنگه هم موندگاریش. از رنگ هلویی به کریس پلکم میزنم، از رنگ قهوه‌ای گرمش به گوشه پلکم و خوب بلندش میکنم. پلت سایه تکیه مای 68,000 تومان، خیلی به کارت میاد، هم پیگمنتش خوبه هم ماندگاریش، من باهاش خط چشم فید میکشم، هم توی چشمم رو باهاش مشکی میکنم، حساسیت نمیده، خیلی هم مشکی. باهاش بن موجمو تیره میکنم، بعدش هم از سایه شاین به این قسمت چشمم میزنم. ریمل گابرینی مدل سوپر استی 190,000 تومان، خیلی مشکی، ریزش نداره، حجم خیلی خوبی میده ولی بلند نمیکنه. از سایه قهوه‌ای گرم به زیر چشمم میزنم، به بن موجمم سایه مشکی میزنم و خوب بلندش میکنم، بعدش هم به موجه های پایینم خوب ریمل میزنم. رژگونه پودری کالیستا 290,000 تومان، این محصول کم از 200 تومان بیشتره، پیگمنت خیلی خوبی داره، ماندگاریش هم خوبه. هایلایتر مدادی شون 160,000 تومان، من رنگ صورتیش رو استفاده کردم، رنگ خوشگلی داره، یه کوچولو چرب و کرمیه، بهتره با انگشت بزنی و بلندش کنی. خط لب گلدن روز 139,000 تومان، شماره 518، یه قهوه‌ای خوش رنگ، ماندگاری خیلی خوبی داره، نرم روی لب کشیده میشه، خیلی دوستش دارم. رژ لب مدادی گابرینی 120,000 تومان، مات و مخملی، بوی هلو میده، عاشقشم. با پنکیک فیکسش میکنم، یه مقدار داخل ابرومو با همون پالت سایه هاشور میزنم. اینم یه آرایش خوشگله مادر شوهر پسند. چطور شدم؟